تلگرام کانال دواچ روز 23 مارس سال 2024 ثبت‌های ویدیویی لحظه‌های بازپرسی دو زاده تاجیکستان را که به دست داشتن در حمله خونین شام 22 مارس به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو متهم می‌شوند نشر کرد. این در حالی است که شماره کشته شدگان بر اثر این حمله بنا به آخرین خبر کمیته تفتیشات روسیه تا 115 نفر رسید و به گفته طبیبان تقریبا 100 زخمی در بیمارستان قرار داشته وضع سلامتی 10 نفر آنها سنگین باقی میماند. در یکی از ویدیوهای نشر شده به اطلاع دواچ مقامات یکی از 4 نفر هنگام فرار در حدود ولایت برانسک دستگیر شده را بازجویی میکنند. این نفر که در روی زمین خوابیده بود خود را فریدون شمس‌الدین سال تولدش 1998 معرفی میکند. او نقل میکند که به خاطر از مرز گذشتن به ترکیه رفته بود و روز 4 مارس از ترکیه وارد روسیه شد. فریدون شمس‌الدین گفت برای تیرباران آدمان به هر کدام آنها 500,000 روبل وعده داده از این مبلغ 250,000 پیشکی به کارت‌های بانکیشان گذرانیدند و باقی مانده را باید بعد انجام حمله میدادند. اما به گفته فریدون شمس‌الدین آنها هنگام فرار از مسکو کارت‌های بانکی و دیگر چیزهای خود را گرفتن نتوانستند. فریدون شمس‌الدین نقل کرد که در تلگرام کانال به مویزه‌های یک وایس گوش میداد و یاور آن وایس بعداً آنها را با وعده پول برای انجام حمله خونین جلب کرد. در زیر چه شرایط ثبت شدن این اعتراف فریدون شمس‌الدین روشن نیست، ولی هنگام ثبت او یا از ترس و یا از سردی به اسم می‌لرزید. چندین نفر در زیر این ویدیو نوشتند که این ثبت به صحنه‌سازی شباهت دارد. این تلگرام کانال همچنین خبر داد که همه نفران در رابطه به حمله شام 22 مارس دستگیر شده شهروندی روسیه را داشتند و حالا مقامات تفتیش میکنند که شهروندی به آنها تا کدام اندازه قانونی داده شده بود. ولی در این صورت سوالی به میان میآید که اگر فریدون شمس‌الدین شهروندی روسیه داشته است پس چرا برای گذشتن مرز به ترکیه رفته است؟ در ثبت دوم یک جوان با کمک ترجمان با زبان تاجیکی بیانات میدهد. او را سرکرده تروریستان نام میبرند، ولی خود این جوان میگوید که وی را توسط تلگرام نفر با نام عبدالله به این کار جلب کرد. او میگوید 4 ماه در روسیه بیکار بود و عبدالله برای او حتی از کدام یک شناسایش یک ماشین هم خریده داد که تکسیرانی کند. رئیس فسب الکساندر بورتنیکوف روز 23 مارس سال 2024 به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره بازداشت 11 نفر از جمله 4 اشتراکچی بی‌واسطه حمله خونین شام 22 مارس در تالار کنسرتوی کراکوس سیتی هال در شهر کراسنogorsk گزارش داده بود. بسیاری از رسانه‌ها و کانال‌ها درباره به دست داشتن در این حمله‌ها و متهم شدن زادگان تاجیکستان خبر دادند، ولی وزارت خارجه تاجیکستان این خبرها را فیک نامید.